بعد از صبر رضاست. یعنی نه تنها دندون رو جگر میذاره صبر میکنه، بلکه میدونه اون چه براش پیش آمده خیرش درش هست، ولو درد داره، مصیبت داره، گرفتاری داره، رنج داره، آوارگی داره، زندان داره، شکنجه داره، چه میدونم گرفتاری های دنیا داره، فحش داره، بدنامی داره، آبروریزی داره، ولی میدونه خیرش درش هست. از اون جایی که مرتبه ایمانش به اونجا رسیده که میدونه خدای متعال هر چه برای مؤمن در این عالم پیش بیاره خیرش داره. روایتی است در اصول کافی، البته من تازگی ها ندیدم، شاید بیش از 40 ساله دیدم. مضمونش این است که امام صادق صلوات الله علیه میفرماند عجبت للمؤمن، من تعجب میکنم از وضع مؤمن. اگر خدا ملک دنیا رو بهش بده خیرش درش هست، و اگه بدنش رو با مقراض ریز ریز کنن اونم خیرش درش. کسی که اختیارش رو میده به دست خدا، میگه خدا هر چی صلاح من هست به جا میارم، واقعا کارش رو واگذار میکنه به خدا، خیالش راحته که دیگه حالا خدا هرچی براش پیش بیاره همون خیرش و مصلحتش. اگه میدونست مسائلش چیه همینا رو تأکید میکرد که همینجور بود.